میره یک قانون بسیار در بین افغانا نرمال است که یک کس یک جای میره یک کس دیگه خلطر میده که بره به خوارکم ببر به مادرکم ببر به اوگاگم ببر که اینقدر نمیفهمن که کلیشان کار نمیکنه که اداره پست به خاطر چیه. اگه خوارکت برات مهم باشه تو منتظر نمیشینی تا یک کس بره یک چیز مفرش بتی. منتظر هستم مادرم این ساعت 6 بجه آمده این ساعت کم کم 9 است 2 3 ساعت است اونجا نگاه کرده نشه به خاطر که پیسه مالی طلا ببر از هر کس که آمده از بر خودش اینقدر طلا که ببر یک که ببر نگاه که نفر بیا پیسهش بده خودم قوم خیشم از ما قار میشه که چرا تو کلا هر کسی که هستی این مهم نیست که قار شوی به خاطر تو که وقت بدیگاه ارزش نمیتی تو که مفخور هستی آدم شوی. این میدان هوایی اشتوتگارت من 2.5 ساعت است منتظر هستم تا یا بیان. این میگه که به مادرکم ببره 1 کیلو گگ زیاد نیسته او شاید روش نشه از خجالت بگه خو ایست میبره مگم درون 1000 تا دو میخوری نکوی کاره. خواهش میکنم ازتان هر کسی که میشنوه این کار نکنه. این فرهنگ